نحوه تخلیه آب پکیج. سلام، امیدوارم که عالی باشین. توی این پست میخوایم بهتون آموزش بدم چجوری میتونین فشار بار دستگاه رو بیارید پایین. تو خیلی مواقع در اثر خرابی شیرپرکن، خرابی مبدل دستگاه، انبساط دستگاه، بار پکیج از 1.5 میره بالا و به نزدیک 3 میرسه. برای اینکه بتونین آب دستگاه رو تخلیه کنین یا فشار رو بیارین پایین، باید این کارهایی که بهتون میگم دونه بدونه انجام بدین. 1 2 تو خیلی مواقع میخواین شما یک قطعه ای رو توی پکیج تعویض کنین که در ارتباط به آب گرمایشه. شما باز هم برای اینکه این قطعه رو بخواین باز کنین، اول باید آب دستگاه رو تخلیه کنین، بعد شروع کنین به تعویض اون قطعه‌تون. اولین کاری که میکنین دستگاهتون رو خاموش میکنین. توی تمام خونه ها، زیر تمام دستگاه ها 4 تا شلنگ آب وجود داره که 2 تاش گرمایشه، 2 تاش مصرفیه، یه دونه هم شلنگ گاز دارین. عموما توی ساختمونا 4 تا شلنگ داریم، 3 تا شیرفلکه، یه دونه ورودی آب، یه دونه رفت گرمایش، یه دونه برگشت گرمایش. توی خروجی آب گرم مصرفی عموما شیر نمیذارن. شما تمام شیرفلک‌های زیر دستگاه رو میبندین. اوکی، ببینین الان ما ورودی آب سرد رو میبندیم، تمام شیرفلک‌های زیر دستگاه رو هم بستیم. مرحله دوم باز کردن شیر پرکن دستگاه است. شیر پرکن دستگاه رو باز میکنین. اولین شیر مصرف کننده نزدیک به دستگاه، حالا یا آشپزخونه، حمام، دستشویی، هر جا که باشه، آب گرم اونجا رو باز میکنین. ببینید من الان آب گرم اینجا رو باز میکنم. همینطور که دارین میبینین فشار بار دستگاه داره میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی آب مدار گرمایش داخل دستگاه داره از سمت آب گرم مصرفی ما تخلیه میشه و بار دستگاه ما میاد پایین. این انقدی آب داخل انبساط و مبدل و هر چی که هست خارج میشه و شما حالا میتونین اون قطعه‌ای که میخواین تعویض کنین رو به راحتی تعویض کنین، یا نه بار دستگاهتون تا 2.5 نزدیک 3 رفته میتونین این کارو بکنین. به 1.5 که رسید شیرپرکنتون رو میبندین و سیستم رو به صورت اول برمیگردونین. ممنون میشم ما رو لایک کنین، کامنت بذارین، سیو کنین، مطمئناً یه جا به کارتون میاد. موفق باشید.